ما چادر نمیدیم، ما بیرق نمیدیم، ما ولایت رو نمیدیم، ما حمایت رو نمیدیم، ما خسته نمیشیم. با چشم روشن. زمان شاه انقدر بعضی موقع جسارت میشد، طرف روحانی بود میاد بره خونهشون، عمامه ای که سمبل لباس پیغمبر رو برم داشتن لاتا تو خیابون، بعضی موقع مست بودن دستشته میکردن به همدیگه مینداختن، آقا وسط دنبال عمامش بود. بعد از انقلاب ببین چقدر عزت اومد توی مملکت. لباس تنشونه، یک کلام از امام نمیگن، همه وجودمون ما از امام داریم، ما همه زندگیمون از امامه. فکر نکنید سیاست ما امامه، عقیده ما امامه. اونا که نیستن برسونید، ما همه زندگیمون امامه. امام نبود الان معلومه ما هم لایک بودیم، چه خبر بود. دلم میخواد یه بار همین آقایون برن مثلا تو عربستان، تو مکه، مدینه، یه شب مردا روزه دارن تو زیرزمین، دونه دونه باید برن بیرون، یه شب زنا روزه دارن تو زیرزمین، دونه دونه باید برن بیرون. اینطوری علم و کتل بیاری تو خیابون، حسین حسین، جان همه فدای ما. کجای عالم یه نفر فقط میگه که واجب کفایی 400,000 تا پای رکابش ریختن. کار برای رضا خداست. من مسیحی دیدم تو اروپا، مسیحی دیدم گفت من با یک کلمه یه جمله امام مسلمون شدم. این همه جوونا یادتون نیست، بعضیا نبودن اون موقع. گفت من با یه جمله امام هر چی تحقیقم کردم نشد، با یه جمله امام من مسلمان شدم. گفتم کدوم جمله؟ گفت تمام فرمانده ها، بزرگا، رئیس های انقلاب، همه هر کسی انقلاب کرد آخر سر توبه کرد، گفت من این همه آدم به کشتن دادم. انقدر یقین در وجود امام بود 400,000 تا شهید پای رکابش به شهادت رسیدن و عشق کردن، گفتن سلام ما رو به آقا برسونید. بعد دم آخر فرمود با ضمیر امیدوار خاطری ها را خوابید. خب ما از هر دو تا 4 تا میزنیم. شما یکی بهتره از سلیقه خودمون عشق ما پیدا بکنیم بیاریم بدیم بگیم چشم. اینایی که اختشاش کردن، بعضی ها مثلا ما میری خصابون به هم آخر اومدن به عکس امام اهانت کردن، خدا دلشونو پاره کنه. اینایی که عکس امامو پاره کردن نسل همونان که فدک و جلو چش از زهرا پاره کردن. کلاس فقه داره، میگه من نگاه کردم دیدم که کلاس فقه آقا کتاب نمازشون 3 سال طول میکشه. کتاب نماز مثلا 1/10 کتاب مثلا صومه، کتاب روزه است، حساب کن 30 سال اون طول میکشه. گفت دیدیم اگر آقا بخواد با این ریزه‌کاری فقه و درس رو با 300 سال بالا عمر رو کنه. از ما تو دلم گفتیم بگیرین این فلانی رو دارش بزنن که اینقدر در تو امام و آقا، مثلا بعد آقا گرفتن آوردنش پا فرمود رأفت امام رضایی باش برخورد کنید. تو خونه تلویزیون استخ دکتر اومد بالا سرش سرمش زدن دارو شد. آخرش خود فکر کردید نه با ما هر چی داریم از امام داریم. اومد گفت آقا من اشتباه کردم. امام یه رهبریه، گوش کنید، امام یه رهبری انقلابی داشت، یه رهبری قانونی داشت، یه رهبری مرجعیتی داشت. حالا هر کسی فکر کنه جای آقاست. ما آقا رو به خاطر قانون نمیخوام، ما آقا رو به خاطر قانون دلمون میخوام. خب امام رهبری مرجعیتی و قانونی و انقلابی داشت. خودم آقا
آقا حضرت آقا مقام معظم رهبری فقط رهبری قانونی داره، یعنی فقط خبرگان رهبری بهش رأی داده و آقایون هم فکر می‌کنن چون خبرگان رأی داده حالا رأی بگیرن به یکی دیگه بدن، ما میگیم چش حالا این رهبر. ما غیر از این آقا رهبر نداریم، مثلا ما قبول نداریم. یک دو خب دقت کردیم دیدیم تو رهبری کاریزمایی و انقلابی این آقا سکاندار خوبی بوده، پس دومیش هم عملی شده. سه رهبری مرجعیتی شو گفتم اول محرم هم جلسه داشتن از آقا فرمودن 3 تا اصل مهم، ولایت، اطاعت، مودت، این 3 تا رعایت بشه ما هیچ موقع لطمه نمیخوریم. همه راحت برای امام حسین سینه میزنن، بینشمون بالا میره. ما هرچی الان داریم سینه میزنیم، این عرقایی که رو سینه شماست ملائکه جمع میکنن میبرن، یه جای دیگه غیر از این عرق بکنه مریض میشن. خب این عرقای شما رو اشک شما رو ملائکه میبرن، اینا شفاست. الان برای مریضا دعا کنیم. ما همه این سینه زدن حسین در و دیوار همه میگن حسین، تو خیابونا در سجاد علمو بیار، کتله ببر، با بلنگو بی بلنگو، سنج و زنجیر، همه اینو مدیون امام میبرن. تموم شده بود. همیشه به ما هدیه به حضرت امام و هدیه به مقام معظم رهبری. ای خدا به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان پرچم شیعه رو از دست آسد علی آقا مقام معظم رهبری به دست امام زمان برسان.